درود بینندگان گرامی، اینک نمایش نوبتی رنگین کمان را پیشکشی شما می نماییم. فردا در جمهوریمان روزی آموزگاران و مربیان جشن گرفته می شود. ما صاحبان این کسب پرشرف را از صمیم قلب صدق دلانه مبارکباد می نماییم. چنان که می روی، چنان که می روی، اصول نگاه کن جو من آرنجی، گلوم رخسار نارنجی. من بیمار تویم، وای من بیمار تویم، دردم دوا کن جو من آرنجی، گلوم رخسار نارنجی. جو من آرنجی، رخسار نارنجی، فیرار شهری تو شدم ز دست نارنجی. آه یاری نارنجی، رخسار نارنجی، خراب سرها شدم ز دست نارنجی. گرفتار تویم، وای گرفتار تویم، رنجیده این دل جو من نارنجی، گلوم رخسار نارنجی. دلی رنجیده را، وای دل رنجیده را، از خود رضا کن جو من نارنجی، گلوم رخسار نارنجی. جو من نارنجی، رخسار نارنجی، فیرار شهری تو شدم ز دست نارنجی. آه یاری نارنجی، رخسار نارنجی، خراب سرها شدم ز دست نارنجی. آه دلم پی دلته، جو من نارنجی، کجا منزلته، جو من نارنجی. دلم پی دلته، جو من نارنجی، کجا منزلته، جو من نارنجی. جو من نارنجی، 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 نارنجی. خودت گفتی به وقت، خودت گفتی به وقت، گل میایی جو من نارنجی، گلم رخسار نارنجی. گلی عالم تمام، گلی عالم تمام شد که میایی جو من نارنجی، گلم رخسار نارنجی. جو من نارنجی، رخسار نارنجی، فیرار شهر تو شدم ز دست نارنجی. آه یاری نارنجی، رخسار نارنجی، خراب سرها شدم ز دست نارنجی. جو من نارنجی، رخسار نارنجی، فیرار شهر تو شدم ز دست نارنجی. جو من نارنجی، رخسار نارنجی، خراب سرها شدم ز دست نارنجی. سالهای اخیر در کشور ما نظام یگانه و دائمی رشدی علم، تعلیم و تربیه و مقصد به این ساحه دادن مقام افضلیتناک سیاست دولتی، تأمین کردن دستگیری همه جانبه کودک در عائله از زمان تولد تا به کمال رسیدن، کمک رساندن به او بابت موقعی سزاوار پیدا کردن در زندگی فراهم آورده می شود. Çırçık Devlet Pedagojik Üniversitesi'de
10 ta fakultetdan iborat bo'lib, shuning eng kenjasi bizni maktabgacha ta'lim fakultetimiz hisoblanadi. Bizning fakultetimiz boshqa fakultetlarga qaraganda juda ham zaruriyat sezayotgan, hozir hayotda zaruriyati juda ham sezilayotgan fakultetlardan birisi. Chunki tug'ilgan farzand yoshligida tarbiyasini olish kerak. To'g'ri tarbiyasini olish kerak. Talabalarning tahsil olishi amaliyot bilan bog'liq. Prezidentimizning farmoniga asosan hozirgi kunda talabalar 4+2, ya'ni 4 kun nazariya, 2 kun amaliyotda o'quv amaliy ishlarni olib bormoqdalar. Bizning fakultetimizda ilmga yo'naltirish borasida juda ko'p ishlar qilingan. Siz ko'rayotgan maktabgacha ta'lim o'quv amaliy laboratoriyasi aynan talabaning adaptatsiya muddatini qisqartirish uchun ishlab chiqarilayotgan. Bu yerda ilm qilinyapti. Shu ilmning natijasi sifatida yaqinda 8-14 oktyabr kunlari xalqaro konferensiya o'tkazilyapti. Konferensiyaning maqsadi bir dona. Maktabgacha ta'lim tizimida, yoshlarning tarbiyasida, kelajagimiz tarbiyasida to'g'ri yo'l ushlash va ilmni yo'lga qo'yish. Bizning fakultetimizning yana bir ajoyib taraflaridan birisi, biz yoshlarni o'zining tilida tarbiya beramiz. O'zbek tilidan tashqari fakultetimizda qozoq tili, rus tili, tojik tillariga juda ham katta e'tibor beriladi. Har bir o'quv qo'llanma, nazariy kitoblar, jamlamalar aynan kerakli tillarda nashrdan chiqarilgan va talabalarga aynan o'zining tilida shu narsa yetarlicha bilim berishga harakat qilmoqdamiz. در دانشگاه دولتی آموزگاری چرچیق ولایت تاشکند فعالیت بردن گروه های تاجیکی این انعکاس سیاستی عادلانه و بشردوستانه در جمهوری ازبکستان می باشد. حالا صدها زیاد همزبانانمان صاحبان آینده وطن در این مسکن‌های علم، تعلیم و تربیه می گیرند. با ما معلوم است که جمع حیات انسانی با فعالیت استاد وابسته است، چون که انسان نیست که وای استاد ندیده باشد. معلم اولین هر یک شخص را ما استاد میگوییم. خیلی که میگویند استاد شخصی با اعتماد جمعیت است که جمعیت با او عزیزترین و پرقیمتترین زاده خود را باور کرده می سپارد. محض از این رو استاد از پدر پیش میگویند. خیلی که بزرگان گفتند حق استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است. در فاکولته ما استادان پرتجربه جدا هم بسیارند. تربیت نسل نورس را جدا هم برای بلند برداشتن متخصصان بالیاقت جانبازی ها کرده ایستادند. در الگوی های تشکیل نمودن گروه های تاجیکی موقع تاجیکان را بسیار به درجه بلند برداشتند. ما از این بسیار سرفرازیم. نوگانی هایی که در دانشگاه دولتی آموزگاری چرچیق ولایت تاشکند دیدیم بسا برایمان خوش بود. در نزد فاکولته فعالیت بردن کودکستان دانشجویان برابر آموختن نظریه با عملیات هم شغل می‌ورزند. در این بابت آموزگاران صاحب تجربه برایشان نمونه عبرتند. Mana hozir biz bog'cha laboratoriyasidan ish olib boryapmiz bolajonlarimiz bilan. Bu laboratoriyada talabalar bilan birga bolalar ham ishtirok etgan holda nazariy bilan amaliyni bog'lab o'tiladi. Mana siz hozir ko'rib turibsizki, bolajonlarimiz bilan amaliyot darsidamiz. Bolajonlarga nazariyda, demak, talabalarimizga berilgan mashg'ulotlarni amalda bajarishni o'rgatib boramiz. Qanaqa quramiz? Kubiklardan nimalarni yasash mumkin? Barakalla. Demak, nechta ekan? Tayoqchasi nechta ekan? Sanaymizmi? با تشبث راهبری دولت در قطار دیگر ساحه‌ها و تعلیم خلق به نمودن شرایط کودکستان، مکتب و آموزگاران اعتبار علاهیده نگرانیده شده است. 4 burchak ekan, demak 4 burchakni joylashtiramiz. البته تا به درجه کمالات رسیدن برابر والدانمان آموزگاران زیاد سهم می‌گذارند. علل خصوص فن زبان و ادبیات تاجیک به شبهه در قطار دیگر فنها جایگاهی خاصه دارد.
توسط این فن ما برابر از خود کردن زبان تاجیکی، بزرگان، شاعر و نویسندگان ادبیات خود را میشناسیم. در عرفه سال خوانش نو، بینای نو زمانوی به کار به استفاده داده شد. باعث خرسندی است که در همین بینای نو به شعبه‌های تاجیکی که در این دانشگاه تاثیر میگیرند به همشون اودیتوریای علاهه جدا کرده شد. باز هم موفقیت ها رو پسی هم گفتن ممکن است که در همین شبانه روز نزدیک در نزد دانشگاه خانه دوستی افتتاح داده شد که مقصد از عرف و عادت و قدریت های قدیمی یکدیگر به خصوص خلق های تاجیک و قزاق و روس شناسا شدن است. همه این موفقیت ها از ما طلب میکند که شکرانه به این شرایط هایی که دولت ما مهیا میکند کردن ما ضرور است. گذشته از این باید هر یک دانشگاهی که امروز در اینجا تحصیل میگیرند به قدر همین امکانیت های فراهم آورده کشور رسیده باید زیبا و بسیار کنجکاوانه نسبت به علم و حرکت کردنش در کار است. چونکه آینده برای پیشبردی کاری مکتب‌هایی که تعلیم به زبان تاجیکی برده می شود حصه این دانشگاه و حصه این گروه ها خیلی کلان باید باشد. از همین نقطه نظر با معنای رمزی دارد که همین بنا در عرفه ایدی آموزگاران گشاده شد. از این فرصت من آموزگاران را تمام یار دوستان خودم همکسبان خودم را با این ایدی نیکشان از صمیم دل تبریک میگویم. با گفته شاعر که میگوید استاد اگر نبودی علم و هنر نبودی، استاد اگر نبودی این کار و فر نبودی، استاد اگر نبودی در باغ علم و دانش بهتر از شهد و شکر ما را ثمر نبودی. بگذار گل مراد استادان همیشه شکوفان باشد و شاگردان مایان چخیلی که ما میخواهیم از خواسته های ما زیادتر کادرهای بالایافته کشور ما شده به وای رسد. در دانشگاه دولتی آموزگاری چرچق ولایت تاشکند مرکز معرفتی دوستی فعالیت خود را به راه گذاشت. با مقصد تامین نمودن قدرت‌های عموم بشری، برابر حقوقی شهروندان، عدالت اجتماعی و دوستی و آسایشتگی، برقراری مناسبت‌های ملی و قریبی، پس از تعمیر و جهازانیدن به این مرکز یک قسم بنا جدا کرده شد. از این رو با اعتبار گرفتن کاری من بعده مرکز و گروه های تاجیکی و قزاقی و روسی خانه های علاهیده جدا کرده شدند. دانیک چیست دولت دیدار یار دیدن، دانیک چیست دولت دیدار یار دیدن، در کوی او گدایی بر خسروی رسیدن. از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن از دوستان جانی مشکل توان بریدن. آره و همه ما معلوم است که دوستی با مردم این نثار عقل است. دوستی ما می توانیم دوستی بین دو خلق را یعنی خلق های ازبک و تاجیک را در سیمای میر علی شیرنوایی و عبدالرحمن جامی ببینیم و این دوستی تا به امروز پاینده و صمیمی است. در مقیاس جمهوری ما امروزها دوستی ما پاینده است و در مقیاس جمهوری شعبه های تاجیکی مثلا در سمرقند، بخارا، فرغانه و یا چرچق که شعبه های تاجیکی گشاده شدند که این برای ما جوانان بسیار هم مفید است. در ابتدا وقتی که ما به دانشجویی سزاوار شدیم دانشگاه دولتی چرچق دانشکده بود و امروز ها خوشبختانه هم به من حیث یک دانشکده مشهور گشته است و در دانشگاه دولتی چرچق امروز باز آثارخانه تاجیکان، قزاق‌ها، ازبک‌ها، روس‌ها گشاده شده است که این برای صمیمی گردانیدن دوستی ما ملت‌ها منفعت خیلی کلان می‌بازد، یعنی رول اساسی را می‌بازد. ما از توسط این آثارخانه می‌توانیم عرف و عادت‌های روس، قزاق، تاجیک، ازبک را با پررگی آموزیم و از چنین شرط و شرایط ها ما فراهم استفاده برده در این آثارخانه ها درس های عملی من را میگذاریم و با خود یک منبع خوب و اعلی حاصل می نماییم. مقصد های مرکز در عمل جاری نمودن سیاست یکدلی بین ملت و خلق های قلمرو کشور، احترام دوستی بین همدیگری و رشد فرهنگ خلقها،
کمک و جریان‌های تعلیمی مؤسسه‌های تا مکتبی و مکتب‌های ولایتی تاشکند که در آنها تعلیم و زبان‌های تاجیکی، قزاقی و روسی برده می‌شوند. فردا در جمهوری ما عید کسبی معلمان و مربیان می باشد و من از این خوشحالم که در این عید استادانم را تبریک کردن به من میسر گردید. با کارهای آنها رواج می طلبم که ما هم در آینده به سیمای آنها به بخت استاد شدن مشرف گردیم و استادانم را برای تبریک کردن شعر میگم. چراغ و مشعل و نوری معلم، با زحمت بهتر از موری معلم، زی دستی ناتوانها شاگرد، گه تو زنده در گوری معلم. معلم زنده باشی تا قیامت، خدا بخشد به تو بخت و سعادت. مسئولین مرکزی معرفتی دوستی، آموزگاران و دانشجویان به پیش مقصدهای بزرگ گذاشتند با مقصد انکشاف دادن زبان و ادبیات، معرفت، مدنیت و مرکزهای ملی و مدنی همزبانان خارجی علاقه های ادبی و فرهنگی را به راه می‌گذارند. یاد دارم وقتی خردسال بودم مادرم مرا همراه خود به مکتب می‌برد و من در همان دم در آخرین کرسی نشسته درس را تماشا می‌کردم و چگونه احساسات مرا به خود فرا می‌گرفت. البته برای هر یک فرزند مادر خود عزیز و مقدس است، اما وقتی مادرت را همچون معلم می‌بینی این احساسات دیگرگون است. مادر همچون شخص بزرگوار نمایان می‌شود در همان دم. پس من در همان دم همچون مادرم شدن خواستم و از کودکی آرزو داشتم که در آینده معلم بشم و وقتی به صنف 8 رسیدم به خود مقصد گذاشتم که در آینده البته معلم میشم و با اذن خداوند انا حالا حاضر در کورس دوم میخوانم و باوری دارم که در آینده همچون مادرم یک معلم فداکار و به وطن خود صادق میشوم. من از همین فرصتی به خود مناسب استفاده برده با روز معلمان اولا مادرم را، بعد دیگر استادان مکتبمان را، بعد تمام استادان روی دنیا را با این روز تبریک میگویم. آره، معلم شخصی برومند است که از خردی انسان را علم و ادب آموخته او را به وایه میرساند. آموزگار شخصی پیشبرندی جامعه، شخصی تربیتگری نسل نورس می باشد. محض توسط مهنت آموزگار آدمان صاحب خط و سواد می گردند. هر کجا باشم معلم پاس می دارم تو را، متصل یاد آورم در رفت هر کارم تو را، با صداقت خدمتی به انتها دارم تو را، حاضر و غایب همیشه همدم و یارم تو را. جامعه ها از عقل و دانش بر تن دل دوختی، شمع علم و معرفت بر جان ما افروختی، خدمت و حب وطن را بهر ما آموختی، چون مربی فدایی ساختی و ساختی. در ساحه تعلیم عالی اصلاحات های جدی عملی می شوند. در رفت چنین نوسازی مناسبت آموزگاران و مربیان به کار حیات به کلی تغییر می یابد. مسئولیتشان می افزاید. آنها در جستجوی دائمی هستند، از پی نوگانی ها می کوشند. تکنولوژی و اصول های پیشقدم پداگوژی را از خود می کنند که بی‌شبهه اهمیتی حل کننده دارد. درسخانه ها پر زمانوی تجهیزانیده شده است. برایمان خانه ارخئولوژی بسا جالب بود. در وقت تحصیل گرفتن من یعنی در فاکولتم تاریخ خیلی وابستگی دارد و تاریخ یعنی در دید استادیت یعنی صنف‌های ما با قدیمترین کوزه های و لگنت های و سنگ‌ها وابسته است و در اینجا همین نرسه ها می باشد. برای آموختن ماها تشکیل کرده شده که شرایط ماها یعنی علم های بزرگ گرفته شدن داده شده که شرایط با معلمان یعنی عالم پروفسور ها جستجو کرده یافته عالم پروفسور ها رحمت میگویم.
در حیات انسان با احساس منتداری نسبت والدین، مربی و آموزگاران زیست زندگانی می کنند. در حیات انسان با احساس منتداری نسبت والدین، مربی و آموزگاران زیست و زندگی می کنند. مسکن‌های علم درگاهی مقدس است. آموزگاری باشد کسبی با شرف. من از جشنی که روزی معلمان رسید آمده ایستادند که 1 اکتبر است، تبریک و تهنیت تا به معلمان میگویم. امروزه که زمان به همین درجه ترقیات خود رسید که حتی دانش به درجه 1 اولی خود رسیده ایستاده است. برای همین هم امروزه برای که پدرگوگان، معلمان اعتباری خیلی کلان داده شده ایستاده است. استاد البته شخصی بزرگی است که برای ما تعلیم میدهد که ما از استادان فخر میکنیم، چون که تعلیم هست در آنجا تربیه هست. تربیه نبود که تعلیم وجود ندارد. برای همین هم اول تربیه می ایستد. وقتی که تربیه هست جوانان تعلیم میگیرند. طلبه نیز از خانه خود، یعنی از پدر از مادر تعلیم میگیرد، بعد با مکتب میاد و از استاد تعلیم میگیرد. استاد اولین تربیتگری و تعلیم دهنده شخص به حساب می رود. در حقیقت آموزگار در بلند برداشتن لیاقت از خودکنی خوانندگان، خودشناسی، دانش، جهانبینی هر یک فرد جامعه نقشی مهم می‌گذارد و جوانان راه حیات، فتح مرحله‌های بلند و برطرف نمودن مشکلات زندگی را نشان می‌دهد. من اولین بار که از صنف 1 به مکتب قدم گذاشتم، معلم از دست من گرفتند و به صنفخانه بردند. از همان وقت سر کرده به دستم قلم دادند و هم خواندن و هم نوشتن را به من یاد دادند. از وقتی که معلم به من درس می‌دادم، مهر محبت من نسبت به کسب معلمی خیلی هم زیاد می‌شد. در دلم مهر محبت به نسبت به معلمان خیلی هم جوش می‌زد. من از آن وقت آرزو داشتم که در آینده یک معلمه می‌شوم. البته امروز من به این نیتم رسیدم. یعنی آرزو کرده بودم معلمه می‌شوم. امروز در دانشگاه پداگوژیک چرچیق تحصیل گرفته ایستاده‌ام در فاکولته زبان تاجیکی و ادبیات. من از این کسب فخر میکنم. معلمی همین خیلی کسب است که با بچه‌ها هم تربیت هم تعلیم را یاد میدهند. فردا که روز معلمان، مربیان است. من از این فرصت استفاده برده به تمام آنها از تحت قلبم عمر دراز، صحت، سلامتی در کارهایشان موفقیت را میطلبم. عیدتان مبارک معلمان عزیز. آموزگاران و مربیان محترم، باز یک بار دیگر شمایان را به عید کسبیتان تبریک و تهنیت میگوییم و شما صاحبان کسبی شرفناک، مکافات‌های دولتی، تشکرنامه و هدیه‌های خاطرمان مبارک باشد. احترام و اعتبار نسبت شما همیشه با ماست و شما سلامتی و خوشبختی در کارهای شایسته‌تان، کامیابی‌های بزرگ و خاندانتان فیض و برکات و شکوفایی آرزومندیم. استادان عزیز.